مبارز راشدی، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر اینجا با ما هستند. آقای راشدی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان در ترونیوز. خیلی خوش آمدید. خب بیاین بحث مواد مخدر گونی آغاز کنیم که قربانیان این رویداد ها را دیده میشه که یعنی بیشتر از 1 میلیون معتاد جوانان دختر پسر هستند. چی میشه که این جوانان بیشتر قربانی میشن؟ سلام به شما. سلام خدمت بینندگان تلویزیون. متاسفانه مواد مخدر در افغانستان یک معضل فراتر از اعتیاد جوانای ما است. معضل امنیتی است و در واقع مافیا و قانون شکنای افغانستان هم از مواد مخدر استفاده کردند. جنگ افغانستان به عنوان مواد مخدر یکی از منابع تمویل کسایی است که با حکومت افغانستان جنگیده، با مردم افغانستان جنگیده. بحث اعتیاد هم بالاخره از بحث جامعه شناسانه یا تربیتیش یک مشکل بسیار کلان است. شما میدونید که در افغانستان علاوه بر از اینکه مسائل تربیتی کاملا وجود نداره، مثلا خانواده ها در فقر مطلق زندگی میکنن، تعلیم و تربیت به یا وجود نداره یا به حد اقل است و تعداد زیادی از کسایی که باید درس بخوانن اینا به سرکا بی سرنوشت سرگردان بدون آب و نان و بدون سرنوشت میگردن. اینا میتونه به عنوان یک تهدید باشه. این هم در کشوری که فشارهای زندگی، استرس‌های زندگی فوق العاده فراوان هست و دسترسی به مواد مخدر هم بسیار آسان است و حتی دسترسی به مواد مخدر نه تنها که از طرف کسایی که گرفتار اعتیاد میشه هزینه نداره، که شبکه‌های مافیایی منظم در سطح کابل، ولایات خاموتو به سر خود الاست، به کابل شبکه‌های منظم بعد از تاریکی شب اینا اقدام میکنن به پخش مواد مخدر و حتی در بعضی موارد تشویقی مجانی برای جوانا مواد مخدر تقسیم میکنن تا به تدریج باز بعد از 10 روز، بعد از 1 ماه خب حتما باز معتاد که شد باید به هر شکل شده پول پیدا بکنن و خرید بکنن. اینا گزارش‌هایی بود که در دوران مسئولیت ما به وزارت داخله بارهای موضوع را گفتم. حتی در جاهای تجمع معتادین ما، مثلا در پل سوخته، در پل محمود خان، در محدوده های سیلو، در اینجا موترهای بسیار مدل بالای لنکوریزر مثلا فیشنی می آمدن، مثلا تقسیم میکردن مواد مخدر پخش میکردن. اینا گزارش‌هایی بوده که همواره وجود داشته، اما از نظر تربیتی واقعا یک تهدید بسیار بزرگ است. یعنی آمار معتادین ما رو به رشد است. اوضاع اگر به می شکل پیش بره ما در سیاست‌های کلان خود جلوی مواد مخدر گرفته نتونیم، یا در واقع در این که مواد مخدر تهدید برای افغانستان است، ما هنوز هم دچار یک قرائت واحد در سطح سیاستمداران خود، در سطح ارکان دولت افغانستان، پارلمان، حکومت، قضا نیستیم و از اون طرف هم هنوز یک عزم ملی برای مبارزه با مواد مخدر شکل نگرفته. چرا شکل نگرفته؟ چرا این اراده سیاسی هم وجود نداره؟ خود شما هم تاکید میکنید که یکی از مشکلات عمده واقعا این بحث است. این در واقع ما نمیدانم چرا به این شکل است. انگار افغانستان واگذاشته شده که از هر لحاظ به طرف سقوط به پیش بره. اگر نه دلیلی نداره. ما اگر با تروریسم مبارزه میکنیم، با مواد مخدر مبارزه نمیکنیم، این امکان پذیر نیست. اگر ما میایم از فساد گپ میزنیم ولی مواد مخدر راحت در افغانستان کشت میشه و قاچاق میشه، این امکان نداره که ما بیاییم در مبارزه با فساد به دستاورد برسیم. مثلا عمل به قانون، مافیایی که قانون را دور میزنن، اینا با قدرت مواد مخدر و پولای بادآورده دور میزنن. در واقع اراده سیاسی در حکومت قبلی افغانستان یک معضل بود، در حکومت فعلی فوق العاده دچار اشکال هست. ما تا زمانی که اراده سیاسی خلق نکنیم، تا زمانی که مواد مخدر به عنوان تهدید در
فهم بزرگای ما نروه و مردم ما به عنوان یک تهدید در برابرش قیام ملی نکنیم، ما فکر میکنم نه به قانون عمل کردن میرسیم، نه به مبارزه با فساد میرسیم و نه میتونیم با افغانستان را نگه داریم. اما آقای راشدی، حالا واضح است که پیامد مواد مخدر به افغانستان چی بوده و مضراتش هم در چی حد و سطح است. همه مشکلات امروزی افغانستان را بسیاری ربط میتن با معضل مواد مخدر در این کشور، ولی اینکه در برابرش اراده سیاسی وجود نداشته و مبارزه جدی صورت نگرفته را در چی میبینید؟ واقعا ظرفیتش وجود نداشته یا اینکه بحثای دیگه ای؟ ما در واقع در ساختن افغانستان بعد از یک بحران طولانی یا بعد از حکومت طالبان یا بعد از 2002 دچار پارادوکس های بسیار زیاد هستیم. یعنی اگر ما به عنوان یک کشور برخاسته از بحران میخواستیم گام برداریم و بحران را در واقع از افغانستان بزداییم، پروگرام هایی که ما تا هنوز ارائه کردیم این پروگرام ها ما را به جایی نمیبره. کما این که شما امروز عملا میبینین که بعد از 15 سال تلاش آن چیزی که به عنوان نتیجه و دستاوردی تلاش ها است او چیز قابل قناعت برای مردم افغانستان نیست. در مبارزه با تریاک و در مبارزه با مواد مخدر ما به همین مشکل دچار هستیم. من عرض کردم که بسیاری از کشورها هم در افغانستان علاقمندی نداره برای در مبارزه با مواد مخدر افغانستان را کمک کنه، در حالی که در کشورهای خودشان مشکل قاچاق و ترانزیت مواد مخدر افغانستان اصلا نظم جامعهشان را به هم زده و در واقع جان جوانایشان را میگیره و ما اگر بخوایم تجربه موفق در این زمینه در کشورهای دیگه جستجو بکنیم، فکر میکنم کلمبیا یک نمونه بسیار خوب است. اونا مثل ما سالها و چندین دهه در مبارزه با مواد مخدر همه راه ها را امتحان کردند. در آخر یک قیام ملی و در واقع یک انزجار ملی در برابر مواد مخدر و در برابر قاچاقچیان، در برابر کسایی که دستن در کار این موضوع خلق شد. یعنی میگن که حداقل تا در افغانستان در این زمینه یک راهکار بسیار خوب هم وجود نداره. ما ببینید یک بار طرح سیاست هاست که در افغانستان ما چی سیاست هایی را طرح میکنیم. بحث بعدی عمل کردن به سیاست هاست. در افغانستان ما در طرح سیاست ها مشکل داشتیم. جامعه جهانی هم که با ما کار کرده در بسیار جاها در طرح سیاست ها مشکل داشته. در عمل کردن به سیاست ها فوق العاده مشکل داشتیم. در حال حاضر هم شما میبینید هر چیزی که در افغانستان وعده شده، گفته شده، به عنوان قانون در آمده، این هیچ عملی نمیشه. این یک بحث است. بحث دیگه من فکر میکنم که در گزارش شما آمد که مواد مخدر جوانا را، دخترها و پسرها را معتاد میکنه و این خشونت تولید میکنه و ما در هفته کمپاین محو خشونت علیه زنها هم هستیم. حالا این از بحث سیاسی و امنیتی جدا بکنیم، بیاریم در فاز بحث اجتماعی و در واقع تربیتی خانواده ها. ما در این بحث متاسفانه یک حالت معافیت نسبت به همه چیز در افغانستان به وجود آمده. مثلا مردم باید نسبت به انسانهای خائن، نسبت به انسانهایی که افغانستان رو تاراج میکنه، نسبت به انسانهایی که واضح برای افغانستان کار نمیکنه، برای کشورهایی که در واقع مخالف افغانستان است و نمیگذاره افغانستان سر پای خود ایستاد شود، اینا به شکل در واقع مشهود است. مواد مخدر، کسایی که قاچاق میکنه، کسایی که در ولایات و در ولسوالی ها کشت مواد مخدر میکنه، اینا رو مردم میشناسن. هیچ گونه واکنش اخلاقی نسبت به اینها ایجاد نمیشه. آقای راشدی، سه موضوع دیگه هم هست در این زمینه. خب میخوایم جدا در موردش بحث کنیم. از بحث کشت آغاز میکنیم. چرا واقعا شاهد افزایش کشت مواد مخدر هستیم؟ به خاطر اینکه شاهد بی‌اعتنایی نسبت به کشت مواد مخدر هستیم. اگر نه کشت مواد مخدر در قانون جرم پنداشته شده و در صورتی که کسی مرتکب میشه باید جزای نقدی پرداخت بکنه، باید به زندان بره. شما میبینین که در زمانهایی که حتی افغانستان وضعیت امنیتیش بهتر بود، متاسفانه کشت تریاک صورت میگرفت. در ولایات بسیار ارقام رشد میکرد و هیچ گونه واکنشی مثلا نسبت به این قضیه نشان داده نمیشد. مثلا در حال حاضر 59% کشت مواد مخدر در ولایات جنوب هست،
چند درصد 27 درصد در غرب هست. در بعضی مناطق دیگه مثلا در شمال، در مرکز، در اینجا بسیار به حد اقل میرسه، مثلا 2 درصد 3 درصد. این کشت یک در واقع با ناامنی ارتباط بسیار شدید داره و ای که در سال 2016 افغانستان ناامنی بسیار در واقع جدیتری را تجربه میکنه. کشت تریاک هم طبیعتاً بالا میره. یعنی ما در سال پیش رو شاهد از این خواهد بودیم که بسیاری از زمین های دیگه هم اضافه میشه به 201,000 هکتاری که در سال 2015 مثلا 2016 کشت شده، احتمال داره که بالا بره. حالا موضوع بی‌اعتنایی را گفتین. خب بیاین در بحث ترافیک و قاچاق مواد مخدر. خب حکومت در این زمینه هم دستاوردهای چندان بزرگ نداشته. خب دلایل اصلیش در چی بوده؟ واقعا اگر کشت افزایش پیدا کرده، همین گونه بحث قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان موضوع مهمتر بوده. یعنی حکومت توان مبارزه و مهارش نداشته. اینکه اینجا باندهای بزرگ و دستای بسیار بزرگتر است که حکومت نمیتونه با این راهکارها و این توانایی که داره در برابر اونها واقعا مبارزه بکنه. ما بسیار به تکرار گفتیم که در واقع ماهیت مواد مخدر همون ماهیت تروریسم هست و شما بیوگرافی حکومت افغانستان را در مورد تروریسم به هر شکلی که ارزیابی میکنین میبینین مواد مخدر به همو مشکل و به همو حکم گرفتار هست و در واقع اگر ما در اونجا دچار یک بعضی بی‌اعتنایی هایی هستیم، دچار از این هستیم که قانون عمل نمیشه، در بعضی جاها قانون در ابهام گذاشته میشه، در موارد در واقع سلطه بر حکومت افغانستان فشارهای از جانب زورمندان و صاحبان قدرت میتونه چیزهایی را برخلاف مصالح افغانستان و مردم افغانستان برای حکومت افغانستان بقبولانه. مواد مخدر از این قاعده مستثنا نیست. خب حالا در بحث طالبان و تمویل طالبان موضوع بسیار مهم این است که مواد مخدر بزرگترین منبع حمایت درآمد مخالفین است. این بحث در نظر گرفته چرا حکومت افغانستان در 2 موضوع قبلی هم که اشاره کردم بهش رسیدگی نمیکنه آقای رشیدی؟ این موضوع را جامعه جهانی هم در ابتدایی که در افغانستان آمدن اشتباه کردن. یعنی من نمیدانم یعنی که واقعا این را به عنوان یک اشتباه قلمداد بکنیم یا تعمدی در این قضیه وجود داره و در اینجا از مواد مخدر بدون شک کسایی که در داخل افغانستان مافیاییگری میکنه و جنگ با حکومت افغانستان میکنه سود میبره. ولی اگر شما روی کاغذ حساب بکنین مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر از اول در یک فاکتور گنجانده نشد و از نظر عملی مثلا ما آمدیم به بعضی از شعار دادن ها در مورد مواد مخدر اکتفا کردیم، بعضی راهکارهای بسیار ناقص که در واقع او را اگر از نظر مثلا تاثیرگذاریش حساب بکنین یک ولایت افغانستان را هم مثلا معیشت بدیل، کشت بدیل یا در واقع پولهایی که کمک میشه برای دهاقین اینا داده میشه، اینا نمیتونه برای 34 ولایت افغانستان به عنوان معضل فراگیری به نام مواد مخدر بتونیم برش یک راهکار حساب بکنیم. این چیزی است که باور ما این است که حکومت افغانستان به خصوص حکومت فعلی افغانستان ما انتظار از این داشتیم که در تمام زمینه ها در واقع فرصت بازنگری را داشت، فرصت تجدید استراتژی ها و اولویت های خود را داشت. ولی خب با توجه به وضعیتی که شما میبینین متاسفانه عمل به قانون ضعیفتر شده. هر مقداری که تنفیذ قانون وضعیتش بحرانی شوه و خراب شوه وضعیت مواد مخدر رو به رشد میشه، برای که یک رابطه تنگاتنگ به تنفیذ قانون داره. قاچاقبر، کسی که کشت میکنه، مسئولینی که در ولایات ولسوال، والی، قماندان امنیه که با اینا در واقع دست دارن، از اینا حق خود میگیره و برای اینا چراغ سبز نشان میده. تنفیذ قانون
به هر پیمانه ای که از افغانستان رخت بر ببنده به همون پیمانه این مسائل جرمی هم تقویت آقای میشه. راشدی، شما که مدت را به عنوان وزیر این وزارت گذشتاندین، واقعا بزرگترین مشکلات را در چی یافتین؟ این که اراده سیاسی در حکومت وجود نداشت، یا اینکه حداقل توانایی لازم وجود نداشت و کس توجه نمیکرد، یا اینکه خارجی ها آمدن و با دغدغه‌های بسیار بزرگ وارد عمل شدن اما کار بسیار بزرگ و بنیادی را انجام ندادن؟ همه اینا میتونه باشه. استراتژی که خارجی ها در افغانستان آورد، عرض کردم دچار ابهام ها بود، دچار پارادوکس بود. اولویت ها و جذابیت هایی که برای کمک کنندگان افغانستان بود در بعض موارد با واقعیت های داخل افغانستان همخوانیش کم بود. مثلا شما در یکی از مشکلات جدی افغانستان خشونت بر علیه زن هاست. این خشونت بر علیه زن ها راهکار لازم داره. دو نوع راهکار ما میتونیم برش مطرح بکنیم. یک راهکار داخلی که با واقعیت های درون جامعه افغانستان همخوانی داشته باشه و یک راهکاری که کشورهای خارجی با توجه به همون سبک و اسلوب و واقعیت‌های جامعه خود برای ما میگه این کار باید برای رفع خشونت از زنها اقدام بکنه. اشاره کردین که خب حکومت فرصت داشت که تجدید نظر میکرد و دقیق بازنگری را انجام میداد در مورد پالیسیاش و با توجه به اینکه پیامدهای مواد مخدر در عرصه است و در گزارش هم در مورد پیامدهایش درباره خشونت علیه زنان دیدیم، واقعا چی کارهایی باید صورت بگیره؟ من فکر میکنم که باید حکومت افغانستان در این مورد تغییراتی بیاره. تغییرات به این معنا که اول در ساختار حکومت فکری بکنه. آیا وزارتی به نام وزارت مواد مخدر که یک وزارت پالیسی ساز است و ارگان‌های دیگه‌ای که باید این وزارت را پالیسی هایش را اجرا بکنه هیچ گونه همکاری نداره یا همکاری به حد اقل هست، یا در مجموع شما می‌بینید در صحبت ها، در سیاست گذاری ها، در نشست هایی که با دونرها در بیرون از افغانستان میشینیم، انعکاس مشکل مواد مخدر که شما این در پکیج ناامنی میخواین مطرح بکنین، در پکیج مسائل اجتماعی میخواین مطرح بکنین، در پکیج حکومتداری خوب میخواین مطرح بکنین، رنگش به چی پیمان است؟ وقتی که انسان این رنگ را میبینه به این نتیجه میرسه که نه، هنوز مواد مخدر را خیلیات تهدید نمیدانه. کما اینکه چند روز پیش یکی از مسئولین که باید در این رابطه مبارزه اعلان میکرد میگفت مواد مخدر را برای ما گفته شده که بد است، یعنی اگر نه چیزی بدی نیست، یعنی یک تجارت سودآور است. ما هم حکومت افغانستان و هم ملت افغانستان در این مورد من فکر میکنم باید یک واکنش ملی ایجاد شود، همونطوری که در حکومتداری خوب، در مبارزه با فساد، در مبارزه با تروریسم، حکومت افغانستان به تنهایی نمیتونه مبارزه بکنه و ما اگر انتظار داریم که حکومت افغانستان منهای کمک مردم بتونه کاری بکنه، این یک انتظار بیجای هست. مردم باید در برابر فساد حساس باشه، در برابر قانون شکنی حساس باشه، در برابر مافیای مواد مخدر که میشناسند، یعنی روز و شب از اینا در سر یک سفره میشینه. قدرتمندایی که در واقع کشت مواد مخدر در ولسوالی ها و در قریجات افغانستان حمایت میکنه. مردم باید بدانه که این زهری است که در واقع برای افغانستان تزریق میشه و این بچه‌هایشان معتاد میکنه، این دخترهایشان معتاد میکنه. این علاوه بر از اینکه بحران افغانستان و جنگ تشدید میکنه، ثمره و نتیجهش همین اعتیاد دخترها و بچه‌های افغانستان. سوال اخیر، تا چی حد ارتباط را میان منظر مواد مخدر و خشونت علیه زنان میبینید؟ بسیار ارتباط جدی داره و این تنها در افغانستان نیست. یکی از عوامل تهدید کننده بنیان خانواده است. کشورهایی که مثل افغانستان کشت 200,000 هکتاری نداره، به شکل قاچاق واردش میشه. طلاق هایی که از رهگذر اعتیاد به مواد مخدر مطرح میشه. شما در مثلا بعضی از کشورها به حدی مواد مخدر تهدید کننده نظام خانواده است که اگر در آزمایش های طبی ثابت شود که کسی معتاد است، اتوماتیک او طلاق میشه، برای اینکه برشان تثبیت شده کسی که اعتیاد به مواد مخدر داره این صلاحیت و در واقع توانایی پیشبردی پیوند به نام پیوند زناشویی را نداره. لذا در افغانستان هم به همین شکل است. من فکر میکنم که من در ابتدای مسئولیت خود اعلان کرده بودم که اگر
حکومت و سیاست ها و عملکردها و نگاه مسئولین و مردم ما نسبت به مواد مخدر نگاه سرسری به همین شکل باشه، ما بعد از چند سالی شاید 10 میلیون معتاد به مواد مخدر داشته باشیم. در حال حاضر هم که 3.5 میلیون اعلان میکنه وزارت مواد مخدر، این یک آمار تخمینی هست به نظر من و این آمار میتونه به 5 میلیون مثلا ما حدس بزنیم و در آینده هم میتونه که بیشتر. سپاسگزارم هستم آقای مبارز راشدی، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر، از حضور شما در محور. سپاسگزارم. تشکر.